دختران گلم، قوی بار بیایید، خوب درس بخوانید و عمیق یاد بگیرید و هر استعداد نیکی را که در خود می‌بینید پرورش دهید و ارتقا بیابید. همین عوامل عزت نفستان را بالاتر برده و جایگاهتان را محکمتر می‌کند. آن وقت مهریه برایتان بیشتر نقش یک رسم تشریفاتی و هدیه‌وار پیدا می‌کند. در کنار این رشد با عقل و خرد از حقوق قانونیتان هم مطلع باشید. دقیق و شفاف آنها را در عقدنامه‌ها و اسناد رسمی ثبت کنید. اما محکم کاری در تنظیم سند ازدواج از آن رو مهم است که اگر روزی زندگی مشترک به دلایلی جدی و واقعی قابل تحمل نبود، مسیر تصمیم گیری و جدایی نیز محترمانه، قانونی و بدون فرسایش بیهوده وقت و کرامت طرفین طی شود، به گونه‌ای که حق کسی ضایع نشود و شأن افراد به ویژه بانوان محفوظ بماند.